شغل و آینده حرفه‌ایمون در اتریش به چه صورت میتونه باشه. اینجا هم مثل ایران داروسازها فقط محدود به داروخونه نیستن. شما میتونید در بیمارستان‌ها، صنایع داروسازی، تحقیقات دانشگاهی و حتی در پروژه‌های تحقیقاتی بزرگ کار کنید. که برای کار در داروخونه و بیمارستان لازمه که مدرکتون رو ابتدا برابرسازی بکنید. که البته در یه ویدیوی جدا مراحل دقیق رو کامل و با جزئیات کاربردی خواهم گفت. ولی اینجا خلاصه بگم که برای درخواست برابرسازی مدرک یا به اصطلاح نوستریفیکیشن لازمه که ساکن اتریش باشین و مدرک C1 زبان آلمانی داشته باشین. البته قبلا بدون مدرک زبان شروع این مرحله رو قبول می‌کردند، ولی از ژانویه 2025 این قانون رو کمی تغییر دادند. بعد از برابرسازی مدرک در دانشگاه، انجمن داروسازان یا همون آپوتیکاکاما از شما یه امتحان زبان تخصصی داروسازی یا همون فخشبرachprüfung میگیره و بعد اجازه خواهید داشت شروع به کار در داروخونه بکنید. خب یه سوال مهم. بله، هممون این سوال مهم رو داریم. درآمد چقدره؟